واقعا سال 2010 در ماه شعبان به شرح کتاب صحیح بخاری شروع کرده بودیم در مسجد جامع عربا. کتاب اولین صحیح بخاری کتاب بدء الوحی را در ماه شعبان شرح و معنی گفتیم و وقتی که ماه رمضان آمد ما با ترتیب نرفتیم بلکه مناسب دانستیم که کتاب صوم را شرح دهیم، کتاب روزه را. همین گونه بعد این در چند مکانها از چند جای کتاب، از کتاب علم، از کتاب طهارت، از کتاب غسل، از کتاب وقتهای نماز، از کتاب نماز، از کتاب طیب، از کتاب دعوات مرضا، از هر جای کتاب در بعض جایها شرح و معنی گفتیم ولی تسجیل ثبت نشده بود. و امروز انشاءالله دوباره خواستیم که این کتاب را به شرح آن شروع کنیم. واقعا سوال شدنش ممکن است که برای چی یک و یک باره صحیح بخاری، که این صحیح بخاری واقعا کتاب خرد نیست و کتاب ساده نیست بلکه بهترین کتاب در دنیا هست. از آن روزی که الله سبحانه و تعالی حضرت آدم را آفرید تا امروز بزرگترین کتاب است که مخلوق نوشته است. اما قرآن این سخن الله سبحانه و تعالی است. قرآن منزل است، غیر مخلوق است. قرآن با دست کسی از پیش کسی نوشته نشده است. قرآن از جانب الله تعالی است، سخن الله سبحانه و تعالی است. بله، در صحیح بخاری قرآن هست، حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، لیکن سخن های صحابه ها، سخن های تابعین، تبع تابعین، امام ها، از جمله خود سخن امام بخاری نیز بسیار وجود دارد و امام بخاری این را با مهنت های زیاد جمع کردند و ترتیب دادند و نوشتند. واقعا کتاب بزرگ است.